کооپراتیو تجارتی زودپروری خواجه امید در ناحیه بوسه سمت فعالیتش به پرورش و نگهبانی چروای ذات شوید زیبامونان روانه گردیده است. چروای ذات شوید زیبامونان از همین خواجگی به دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان پهن کرده می‌شوند. در این سمت خواجگیداران امسال به نشاندادهای نظررس نویل گردیدند. در عین حال در فرما 115 سال چروای کلون شاخداری ذات شوید زیبامونان پرورش کرده می‌شود. ما برای خوش‌زاد کردن بود امیزاد این برای همین زاد سال گذشته 40 سر مدرگاه‌ها را با روی سونی باردار کردیم که در آینده از حساب نسل گرفتن همین مدرگاه‌های با روی سونی باردار کرده شده باز زاد بهتر کرده می شود. در فرم مذکور برای نگهداری این همو چربوی ذاتی شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. چربوداران مقصد دارند سرشمار چربو را از حساب نسل نو زیاد نمایند. وضع زمستان گذرانی چربو خوب به راه مانده شده. برای فصل زمستان خوراک چربو ذخیره کرده شده است. برای از زمستان سالم برآوردن چربو در امسال همه چربوها را اندیشیدیم. من اغلخانه‌ها را علاوه بر پلیانک‌های پلی‌اتیلنی مخم کردیم. اغلخانه‌ها گرم می‌باشند. خوراک‌های زمستانه برای زمستان گذرانی تربیت 192 تن 55 تن کوی غله زیاده از 15-16 تن کنسنترات در انبار خواجگی مجبور است که برای گذراندن زمستان زیادتی میکند. حتی امسال ما نظر به سال گذشته 1.8 واحد خوراک زیادتر خوراک تیار کردیم برای چرور از زمستان برآورده. در فرم رقم یک دهه نوبا جماعت دهات توگرک 7 نفر ساکنان دهه به کار دائمی جلب کرده شدند. ماموریت کооپراتیو تجارتی زودپروری خواجه امید برای مهیا نمودن جایهای نوی کاری نیت دارند با زیاد گشتن سرشمار چربو و استحصال شیر سیخ کارکرد شیر تشکیل نمایند. با همین واسطه محصولات های استحصالی شیری خودی را به بازار برآورند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.